آقا جان همه جا شورش شده، همه جا اغتشاشه، از خوزستان تا تهران پارس. هر کاری کردیم جواب نداشت. بابامون در اومد آقا، تازه دیگه شایعه سازی همونم جواب نمیده. وقتی فضای مجازی رو ول میکنید همین میشه دیگه. چه معنی داره مردم بدونن تو بلاد کفر حجاب اجباری نیست؟ اصلا چه لزومی داره ملت بدون کفار آب و برق دارن؟ مردم اینا رو میبینن که توقعاتشون بالا میره. رفتیم به خوزستانیا و تبریزیا گفتیم تجزیه طلب تهرانیا بلند شدن، به تهرانیا گفتیم اغتشاشگر مادرها بلند شدن. آخه چه بکنیم آقا جان؟ بگیرید، بزنید، ببندید. گرفتیم نشد، زدیم بدتر شد، بستیم نشد، آب ندارن، برق ندارن. خب آب ندارن نوشابه بخورن، برق ندارن شب روشن کنن. همش تقصیر این اپلیکیشن های شیطانیه. فضای مجازی وله. ببندید، فیلتر کنید، فقط یه جوری باشه که اخبار خودمون رو ببینن. اسمش هم بذارید طرح صیانت از رهبری مجازی، طرح صیانت از فضای مجازی. آقا جان مگه شیر آبه که ببندیم؟ زیر ساخت میخواد، بابامون در میاد. باشه، حالا خبرشو بدید، یه جوی درست کنید، یه موجی را بندازید، شاید حواس ملت از آب و برق پرت بشه. آخه چه خاکی تو سرمون بریزیم ما، کار دیگه ای که از دستمون بر نمیاد. آقا جان قربون حلقومتون برم من. عجب پروپکانی آنگوزمانی ارائه دادید، لوکوموتیرم راه افتاد. خفه بمیر بابا، این بدبختی ها همش به خاطر پاقدم توه. چه غلطی داری میکنی الان؟ کابینه رو معرفی کردی؟ نه آقا جان، تجدید شدم، دارم میخونم ایشالله از اول مهر برم کلاس 7. ای داد، ای بیداد، دست ننم درد نکنه با این رئیس جمهور آوردنش.